ما یاد گرفتیم که اصلا اتفاق بد وجود نداره. در این مورد یه داستانی هست که براتون تعریف میکنم. این داستان در زمانهای گذشته توی چین اتفاق افتاده. پدری برای بچهش دعا میکنه که خدایا من میخوام که پسر من از این همه قحطی و گرفتاری و جنگ و مصیبت که اون زمان در چین بوده در امان باشه. میخوام بچه‌م یه زندگی طولانی و سالم داشته باشه. چند روز بعد پسرش از اسب میفته و پاش میشکنه. همه جمع میشن و میگن که وای خدای من چه اتفاق بدی. ولی پدر میگه من فکر نمی کنم این اتفاق بدی باشه. نمیدونم چرا ولی اصلا فکر نمی کنم اتفاق بدی باشه. فردای اون روز ارتش چین سربازای خودش رو برای جمع کردن مردان جوان و اعزام به جنگ به اون شهر میفرسته. ولی این پسر رو به خاطر پای شکستش نمیبرن. این نشون داد که شکستن پای اون پسر نه تنها اتفاق بدی نبوده بلکه خیلی هم خوب بوده. این داستان ادامه پیدا میکنه و موقعیت‌های پیش میاد که تو نگاه اول اتفاق بدی به نظر میرسن، ولی وقتی زمان میگذره متوجه میشن که اتفاقا خیلی هم خوب بوده که اون اتفاق افتادن.